چالش 30 روز 30 تا نوار قلب روز اول. توی اورژانس نشسته بودم، یه آقای 82 ساله رو آوردن با تشخیص نومونی که سابقه مصرف داروی کوتیاپین هم داشت که یه داروی ضد سایکوز آرام بخش. داروی لوفلوکساسین براش شروع شد و یه مدتی گذشت و بعد دیدم حالش بد شد. سعی رفتم بالا سرش و نوار قلب ازش گرفتیم. نوار قلبش رو تصویر میاد. به نظر شما این نوار قلب چه نوع نوار قلبیه؟ گزینه اول فلاتر دهلیزیه، گزینه دوم فیبریلاسیون دهلیزیه، گزینه سوم مونومورفیک ویتک و گزینه چهارم تورسال دپوی. بچه در واقع جواب تورسال دپویت. چرا؟ در واقع این نوار قلب یه سری مشخصهای خاص داره. یعنی چه؟ یعنی یک سری امواج QRS که شکلشون از همدیگه متفاوته حول یه محور ایزوالکتریک در حال گردشن. و نکته دیگه که راجع به این نوار قلب باید بدونید اینه که QRS ها پهن هستن و از اینا مشخصات و ویژگی های نوار قلب تورسال دپوی. اما علت اصلی به وجود آمدنش توی این بیمار چی بود؟ در واقع سابقه مصرف داروی کوتیاپین رو داشت که در واقع داروی کوتیاپین QT اینتروال رو زیاد میکنه. در کنارش داروی لوفلوکساسین هم که یه داروی آنتی بیوتیک دریافت میکرد که این دارو هم در واقع QT اینتروال رو زیاد میکنه. این دو تا دارو کنار هم اثر کرده بودن و باعث شده بود که این نوار قلب برای این بیمار به وجود بیاد.